خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون چنل وان و همینطور تلویزیون دیدگاه کوروش عرفانی هستم و در بخش دیگری از سری برنامه‌های دیدگاه با کوروش عرفانی خدمتتون بحثی رو ارائه میدم که ادامه موضوعی هست که در این برنامه از 10 قسمت پیش 10 هفته پیش آغاز کردیم و امروز 11 قسمت اون رو خدمتتون تقدیم میکنم با در نظر گرفتن که پرسش اساسی و آغازین ما درباره این بود که چرا ما میبایستی به چیزی به اسم مدرنیته و دموکراسی و اینها دست پیدا بکنیم. همونطور که یادتون میاد سوال معمول و متداول این بود که چرا دست پیدا نکردیم. ما اینجا میپرسیم چرا باید دست پیدا میکردیم. آیا اصولا موردی داشته که مردمی مثل مردم ایران، ملتی مثل ملت ایران با سیر و روند تحول تاریخی که داشتن الان باید همه اینا رو هم در اختیار می داشتن، به طور مثال آزادی، دموکراسی، لایسیته و امثال اون. برای یافتن دلایلی که سبب شده عملاً اونجا نباشیم ما سعی کردیم که این برنامه رو به طور خاص بدون محدودیت‌های زمانی که معمولاً در برنامه ها هست اختصاص بدیم به نوعی کالبد شکافی و در واقع آسیب شناسی تا بتونیم از قبل یک بحث ریشه‌ای که برنامه‌ریزی کردیم شاید 52 هفته به طول بکشه و این قسمت 11 اون هست بتونیم یک پاسخ نسبتاً دقیق و با حوصله توأم با صبر و متانت روشمند برای جستجو کردن ریشه ها، جنبه های مختلف و غیره جستجو بکنیم، در بیاریم و احتمالاً به واسطه این بار یک راهکاری در اختیار داشته باشیم که کار بکنه و مثل سفارش هایی که بیشتر تلاش ها و کوشش های قدری شتاب زده به ما توصیه میکردن سرنوشت مشابهی پیدا نکنه که جوابی نداشته باشه و بعد دوباره سرخورده بشه. ما اومدیم برای اینکه ببینیم چرا به اینجا رسیدیم. دیدیم که جامعه ایرانی با مقوله‌ای به اسم مدرنیته آشنایی نداشته. یعنی اگر هم چیزی ما در ایران داشتیم بیشتر در قالب مدرنیزاسیون بود که تفاوتش رو با مدرنیته گفتیم قرض گرفتن، عاریت گرفتن از یه جامعه‌ای که مدرنیته رو طی کرده، یه سری محصولات رو به واسطه دستیابی خود به مدرنیته تولید کرده و حالا با یه فاصله زمانی ما رفتیم برخی از این دستاوردها رو از اون جامعه قرض گرفتیم، البته به صورت نصف نیمه برداشتیم و بردیم در جامعه خودمون و میخوایم با بکار بستن اون عملاً همون مواهب و نعمات و نتایجی رو داشته باشیم که جوامعی که تولیدگر اینها بودن. ما به عنوان مصرف کننده میخوایم همون میزان از پیشرفتی رو داشته باشیم که جوامع تولید کننده مفاهیمی مثل دموکراسی و به اصطلاح نمیدونم حقوق مدنی و جامعه مدنی و حقوق شهروندی و غیر ذالک. خب هم چیزی ناممکنه. بنابراین نمیشه به اصطلاح هنر یک نقاش رو مقایسه کرد با کسی که تابلوی نقاشی رو میخره میبره آویزون میکنه تو خونش. اینا دو تا مقوله متفاوت هست. حالا در جستجوی این که چگونه ما میتونیم روایت خودمون رو از چیزی به اسم آزادی و دموکراسی و غیر ذالک شاید در آینده بسیار دور داشته باشیم، گفتیم تا موقعی که یک آسیب شناسی جدی نکردیم و در نیاوردیم که گره های کار ما کجا بوده محاله بتونیم هم چی کاری بکنیم. و در این جستجو گفتیم بهتره بریم یه مقدار تقلب بکنیم، از رو دست دیگران نگاه بکنیم، ببینیم جوامع دیگه سیر مدرنیته رو که طی کردن چی بوده، چگونه بوده، چی به دستشون اومده و چه نکاتی هستش که شاید ما بتونیم از اون الهام بگیریم
به عنوان تجربه استفاده بکنیم و بیایم روی اون کار بکنیم و در نهایت ما هم تولیدگر مدرنیته ایرانی باشیم، مدرنیته خاص خودمون باشیم، چیزی که در درون خودش هم بتونه خصلت‌هایی داشته باشه که به اصطلاح شکوفایی بشر و خوشبختی و رفاه و امنیت او رو تضمین بکنه و هم در عین حال اونقدر سطحی نباشه که هر نسیمی بتونه بیاد این رو مثل یه طوفانی از جا بکنه و در ببره، ریشه دار باشه و بنابراین بتونیم روش حساب بکنیم. برای منظور رفتیم به سراغ به اصطلاح جامعه غرب و دیدیم که این داستانی که به عنوان مدرنیته میگن از دل یک دوره بیرون میاد که به عنوان رنسانس شناخته میشه، عصر به اصطلاح نوزایش هستش و برای اینکه درک بکنیم چگونه از دل رنسانس مدرنیته بیرون کشیده میشه گفتیم باید ببینیم چرایی رنسانس رو درک بکنیم، بشناسیم و برای منظور رفتیم به سراغ دوران قرون وسطا و اشاره کردیم به آنچه که در این دوران گذشته و از دل اون چیزی به اسم رنسانس و دوران نوزایش رو به اصطلاح دیدیم که بیرون میاد و شاخص این دوره رنسانس و ورود به عصر مدرنیته رو اومدیم پدیده‌ای به اسم روشنگری در نظر گرفتیم با تعریفی که به طور خاص کلمه روشنگری یا انلایتنمنت برای امانوئل کانت داشته و وی در به اصطلاح تحقیق خودش در کار خودش موفق شده که با فرموله کردن این موضوع به ما کمک بکنه برای که بدونیم گذر کردن از یک جامعه سنتی، یک جامعه مذهب زده، یک جامعه قربانی جهل به یک جامعه متفاوت چگونه میتونه باشه. خدمتتون عرض می‌کنم اگر مایل باشید که بیشتر در این مورد بدونید من ارجاع میدم شما رو به مقاله کوتاهی که به اصطلاح امانوئل کانت فیلسوف آلمانی در 1784 نوشته. اینجا شما میتونید این مقاله رو ببینید عزیزان که در واقع ترجمه انگلیسی متن اصلی که به آلمانی هست می باشد و توسط آقای تد هامفری ترجمه شده در 1999 ولی خب ترجمه های فراوانی از این وجود داره. یکی از ترجمه ها هستش و می بینید عنوان مقاله هست پاسخ به یک پرسش: روشنگری چیست؟ What's enlightenment؟ این در واقع پرسشی بوده که امانوئل کانت در این مقاله نچندان طولانی اما در این حال بسیار پربار کلمه به کلمه اون واقعا واجد معنا هستش اومده این رو توضیح داده. حالا هفته گذشته ما اومدیم و گیر دادیم به جمله اول این مقاله، خاطرتون باشه که تعریف امانوئل کانت هستش از انلایتنمنت یا روشنگری. اومدیم با هم این رو به زبان فارسی اینگونه دیدیم که روشنگری خروج انسان از نابالغی خودخواسته است و گفتیم که این رو میبایستی به اصطلاح مد نظر قرار بدیم. در برنامه شماره 10 برنامه هفته گذشته من واژه نابالغی رو باز کردم. این واژه‌ای که در بعضی از موارد یادتون میاد گفتیم به عنوان عدم بلوغ، به عنوان ناپختگی و همینطور واژه صغارت ترجمه شده در متون مختلف. به اصطلاح از کلمات مختلف استفاده شده. مثلا یکی از اونها در کتاب تاریخ فلسفه محمد علی فروغی به اصطلاح میتونه به عنوان رفرنس یا مرجع دیده بشه به خاطر دقتی که در ترجمه داشته. حالا میام روی این نکته که هفته پیش ما مطرح کردیم. نکته جالب، چون به نظر میرسه که یه مقداری ما هم در تاریخ اجتماعی خودمون در این تحول فرهنگی خودمون اسیر همین پدیده‌ای هستیم که کانت تشخیص داده انسان دوران قرون وسطا، انسان دوره‌ای که ازش به عنوان دوران تاریکی نام میبرن، اسیر اون بوده، یعنی صغارت.
اما نه از نوع صغارت کودکی و غیر ذالک، صغارت خودخواسته، صغارت داوطلبانه، نابالغی با میل خود. حالا وعده‌ای که من هفته قبل داده بودم خدمتتون این بود که این رو کانت از کجا پیدا کرده؟ این ایده به اصطلاح صغارت خودخواسته از دل چه واقعیت تاریخی بیرون اومده که کانت به عنوان یک فیلسوف رفته گشته در تاریخ اروپا مثلا اون رو پیدا کرده و گفته آها اگر انسان بتونه از این حالت عبور بکنه، این رو ما میتونیم ازش به عنوان روشنگری نام ببریم. چون همونطور که در واژه میبینید کلمه‌ای که به کار رفته در متن اصلی برای به اصطلاح بیان این نکته خروج اینجا ما در فارسی آوردیم، در واقع امرجنس هستش، در انگلیسی ترجمه شده به معنی گذر، به معنی از یک حالت به حالت دیگری عبور کردن، تحول پیدا کردن، ظهور کردن در یک حالت جدید. حالا ما اینجا به اصطلاح از واژه عبور استفاده کردیم، میتونه گذر باشه، گذر حتی شاید واژه بهتری باشه به خاطر اینکه نشون میده یه جایی رو شما ترک میکنید برای رفتن به جای دیگری. حالا میایم سراغ به اصطلاح این تعریف که میخوایم بدونیم برای چی کانت تصمیم گرفت که این رو مبنا قرار بده، این صغارت خودخواسته رو شاخص در واقع عبور از اون رو شاخص روشنگری قرار بده. وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ قرون وسطی از یک طرف و به خود کنکاشی که کانت داره در متن مورد نظر صورت میده، میبینیم در پاراگراف دوم میاد یه جورایی در واقع قضیه رو برای ما روشن میکنه. برای در پاراگراف دوم رو اینجوری شروع میکنه که همونطور که در متن اصلی میبینید صحبت از laziness and cowardice میکنه، دو واژه‌ای که خیلی راحت میتونیم ترجمهش کنیم به عنوان تنبلی و دومی رو عدم شهامت، عدم جرأت. یک کسی رو که تنبل، در زبان انگلیسی ما لیزی میگیم، برای ما ایرانی ها این کلمه خیلی آشناست بنابراین نیازی به توضیح نداره. کواردیس هم به معنی کسیه که دل و جرأت نداره، به عنوان کسیه که جا میزنه، به عنوان کسیه که به قول معروف شهامتی در انجام یک کار از خودش نشون نمیده. حالا کانت بنابراین در پاراگراف دوم به ما تشخیص خودش رو داره میگه، یعنی رفته جستجو کرده در دل تاریخ، در دل جامعه و این رو بیرون کشیده. میگه من متوجه شدم بخش عظیمی از انسان‌ها دو تا ویژگی دارن، یکی این که تنبلن و دیگری این که دل و جرأت ندارن، شهامت ندارن، در جا زنن، به قول معروف جا میزنن. کانت میگه حتی موقعی که طبیعت اومده و انسان رو از اون ضرورت‌های غیر اختیاری که به واسطه تاریخ تحول طبیعی بر او تحمیل شده بود رها کرده، ولش کرده، گفته خودتی، از این به بعد دیگه خودتی، تو تحول پیدا کردی، تو تکامل پیدا کردی، تو حالا صاحب عقل خودتی، مسلط بر عقل خودتی، میتونی تصمیم بگیری، میتونی درک بکنی. یعنی بند نافش رو در واقع طبیعت از حیوان بریده. حیوان چیکار میکنه؟ حیوان بر اساس غریزه عمل میکنه، نیازی نداره به اینکه بخواد بشینه بحث فلسفی بکنه تا تصمیم بگیره که مثلا آقا پلنگه یا شیره تصمیم بگیره که بالاخره من آهو رو شکار بکنم نکنم، گناه داره نداره. نه، گرسنش بشه میره شکار میکنه و میخوره، نه عذاب وجدان داره، نه درگیری اخلاقی داره، نه وقت گذاشته راجع به این موضوع تصمیم آنچنانی بگیره، صرفا بر اساس یه مکانیزم طبیعی عمل کرده. کانت میگه که طبیعت اومده انسان رو از این مرحله
جدا کرده، فرستادتش به یه مرحله پیشرفته تر، گفته های تو دیگه حیوان نیستی، یا تو موجودی هستی که میتونی تصمیم بگیری، میتونی به اصطلاح برای خودت مسیر انتخاب بکنی. برای اینکه واژه‌ای که استفاده میکنه در جهت نشون دادن رهایی انسان از قید و بند طبیعت در واقع alien guidance هستش. گایدنس به معنی راهنمایی، راهبری، و alien به معنی چیزی که بیگانه است با شما. میگه تو دیگه تحت تسلط راهنمایی بیگانه از خود، راهنمایی جدا از خود نیستی یا. یعنی در واقع داره میگه تو حالا از حالا به بعد که به عنوان انسان دیده میشی، تو ناخدای کشتی عقل خودت هستی. بنابراین خودت میتونی این رو در دریای مسائل، در اقیانوس پیچیدگی های اخلاقی، اجتماعی، انسانی به پیش ببری. دیگه به قول معروف ناخدا بالای ابرا نیست، از دل طبیعت نیست که در قالب غریزه بهت ایده بده ها. ببینید چگونه بحث کانت، برای اینکه به عمقش پی ببریم، ببینید چگونه در این مرز بسیار بسیار ظریف، شکننده و حساس بین انسانیت و حیوانیت در به اصطلاح حرکت هستش. یک لغزش کوچیک سبب خواهد شد که شما دوباره فرو بریزید به قلمرو حیوانیت. کی؟ زمانی که این موضوعی رو که کانت داره به عنوان شاخص و مبنا قرار میده فراموش بکنید. و اون چیه؟ و اونی که هدایت شما در دست خودتونه. پس ببینید اینجا کانت برای تفکیک انسان و حیوان به داشتن دو گوش و دم و رو 4 دست و پا راه رفتن یا رو 2 پا راه رفتن و این چیزی که به فیزیولوژی ما، به مورفولوژی ما، به آناتومی ما بستگی داره دیگه رجوع نمیکنه ها. بحثش بسیار عمیق‌تره ها. داره میگه که حالا تو انسان اگر میخوای بدونی که در قلمرو چی داری حرکت میکنی، آیا به معنی خاص کلمه انسانی یا اینکه هنوز قلقلکت میشه که در عالم به قول معروف حیوانی برای خودت قدم بزنی، یادت باشه ها من دارم بهت یه شاخص میدم. شاخص اینه که تو دیگه توسط یک نیروی بیرون از خود راهنمایی و راهبری نمیشی. حالا راهبری و راهنمایی به واسطه این قدرت تعقل در وجود خودت هستش، در کف خودته. همین اصطلاحی که میگن در کف اختیار، در کف اختیار خودته، در دست خودته، تحت اختیار خودته. اما مشکلی که به اصطلاح کانت شناسایی میکنه در عصر پیشا روشنگری اینه که میگه آدم های گرایش عجیب و غریبی دارن نسبت به اینکه این دو ویژگی تنبلی و عدم شهامت رو در خودشون حفظ کنن، نگه دارن، پاسداری کنن، نگهبانی بدن ازش که گم نشه. خیلی صحبت جالبیه ها. میگه به واسطه داشتن این دوتا، علی رغم اینکه طبیعت اومده اینها رو آزاد کرده، رها کرده و بهشون قدرت اختیار داده، حق انتخاب داده، میگه اینا واژه‌ای که استفاده میکنه ببینید در متن اصلی هستش gladly یعنی همچین شادمانه، مثلا با حال خوب، مثلا خیلی شادن، خوشحالن، در شور و شعف به سر میبرن. نسبت به چی؟ نسبت به این که ما از اون روایت حیوانی خود که کنترلمون، هدایتمون در دست طبیعت بود، در دست یه نیروی بیگانه از خود بود، به واسطه تنبلی و عدم شهامت موفق شدیم پاسداری بدیم، نگهبانی بدیم.
بنابراین بسیار شادمان هستیم، بسیار خوشبخت هستیم، گلادیم، شادیم، خوشحالیم، رضایت داریم از اینکه تونستیم به همت این دو خصلت والا، یکی تنبلی و یکی هم ترس، چیکار بکنیم؟ وارد قلمرو انسان نشیم. خصلت اصلی انسان رو که اینجا هستش که میبینید بزرگواری مثل احمد شاملو چقدر زیبا ترجمه کرده، انسان تجسد وظیفه است. ما موفق شدیم فقط اون قسمت تجسدش باشیم، دیگه وظیفهشو بیخیال مثلا. و داره میگه از این بابت، کانت میگه از این بابت این اکثریت مردم the great proportion of men، یه سهم بالایی، یه حجم بالایی از مردم آی خوشحالن مثلا gladly. و این باید برای ما عزیزان یه سوال باشه که ای وای چه موجود عجیب غریبیه این انسان، در حالی که سیر تحول تاریخ، سیر به قول برخی تکامل تاریخ، یعنی هرچه کاملتر شدن، او رو آورده از دروازه حیوانیت که عبارت است از نبود اراده. ویژگی حیوان اینه دیگه، غریزی عمل میکنه، سرتون یه دفعه میگیره میخوره میجوه مثلا اگر گرسنش بشه، اصلا مهم نیست براش که چه رابطه‌ای صمیمی با شما داشته یا نه. داره میگه که خروج این که میبایستی قاعدتاً نمادی از تکامل باشه، نمادی از تعالی باشه، توسط انسان به صورت زیرکانه، به صورت پدرسوختگرانه یه جورایی از در تکامل که فرستاده شده به حیطه انسان، قلمرو انسان، پهنه انسانیت، یواشکی میره از پنجره بر میگرده به قلمرو حیوانیت. یعنی میگه من نافی اراده خود هستم، من میخوام این اراده گرایی خود، این توان تصمیم گیری برای خود رو نفی بکنم و بنابراین در حوزه‌ای باقی بمونم که به اصطلاح به واسطه اون خودم تصمیم نگیرم، خودم فکر نکنم. و این نردبانی که میذاره برای اینکه از این پنجره بپره تو، از قلمرو انسانیت به حیوانیت، چیه؟ لیزینس، تنبلی and cowardice، بی جرأتی، بی شهامتی، جسارت نداشتن. چه اتفاقی افتاده در این دوره معروف به قرون وسطا یا دارک ایجز، عصر تاریکی، که انسان رو به یه همچین موجودی تبدیل میکنه؟ کانت وارد این موضوع نمیشه، یادتون باشه در مقاله شما این رو پیدا نمی کنید که شرح تاریخی داده باشه که این موجود عجیب و غریب چجوری تبدیل شد. ولی مورخان روی این موضوع کار کردن، کسانی که تفسیر بر تاریخ دارن روی این موضوع کار کردن که چی گذشته. این دوره مشکوکی که ازش به عنوان دوره عصر تاریکی نام میبرن، تو اون تاریکی چی گذشته بالاخره؟ چه خبرهایی بوده که موجود انسانی رو به یه همچی چیزی تبدیل میکنه؟ برای اینکه عزیزان این رو خوب به اصطلاح مد نظر داشته باشیم، چون بعداً به ما کمک خواهد کرد که به نحو شگفت آوری یک نوع مشابهت ببینیم بین خصلت و ویژگی آنچه که در قرون وسطای اروپا گذشته با اون چیزی که در تاریخ خود ما گذشته. چگونه ناگهان فصل عقبگرد تاریخی یک جامعه میتونه شروع بشه. در اروپا فراموش نکنید 1000 سال طول کشید، 10 قرن این دوره درجا زدن، این دوره پسرفت و عقبگرد طول کشید و در مورد ما قدری کمتره، ولی در این حال در تاریخ ایران هم شما دوره های پسرفت، دوره های درجا زدن، دوره های سکوت، دوره های در خود پیچیدن، به قول معروف درد کشیدن، دم بر نیاورد، از اینا پیدا میکنید. من برای اینکه به اصطلاح بحثمون به درازا نکشه، چون اگر بخوام وارد شرح مفصل دوران قرون وسطا بشم به جای 52 هفته به 252 هفته احتیاج داریم. بنابراین یکی دو نکته رو
از توی به اصطلاح این تاریخ بیرون کشیدم که میخوام براتون برجسته بکنم. به واسطه اینکه من این یکی از درسایی که در دانشگاه میدم میتونم یه خلاصه ای رو از اون بیرون کشیده باشم که برای شما عزیزان در رابطه با این بحث بتونه کمک بکنه. نکته اول این که بحث رو مطلق نکنیم. یعنی وقتی ما میگیم قرون وسطا، یکی از نامهایی که روش میذارن دوره به اصطلاح سیاهی، تاریکی، دارک ایجز هستش، این مطلق نیست، چون خود این واژه مثلا عمرش از قرن 14 اینطور بگیم. بنابراین اینجوری نیستش که کل دوران قرون وسطا رو ما بتونیم از اون به عنوان دوران تاریکی نام ببریم. یه نوع در واقع ساده‌گرایی خواهد شد. ولی مثلا برخی از مورخان با یه مقداری تساهل فاصله 500 میلادی تا 1000 میلادی رو از این واژه استفاده میکنن. برای چی؟ برای اینکه این دوره‌ایه که چند تا خصوصیت داره که این خصوصیات رو من خدمتتون بگم متوجه میشید آره آقا واقعا دوره تاریکی بوده لامصب. تا قبل از اون، از زمان استقرار مسیحیت در قرن سوم تا قرن تقریبا میشه گفت انتهای قرن به اصطلاح پنجم، هنوز شما اون تشعشع نورانی فرهنگ رومی یونانی رو بر روی حتی دوره به اصطلاح حاکمیت مسیحیت دارید. دیگه از سال مثلا حدودی 500 میلادی ما شاهد هستیم که کلیسا چنان سوار بر اوضاع میشه که شروع میکنه این شمع‌ها و جرقه‌ها و نورهای باقی مانده از گذشته رو هم خاموش کردن، فوت کردن، خفه کردن و این ادامه پیدا میکنه دست کم برای 500 سال که بعدش از سال مثلا از قرن 11 بگیم اولین آثار دوباره این طرف اون طرف شمع‌های روشن نواندیشی، متفاوت فکر کردن، نقدگری، انتقادگری رو دیدن. حالا اتفاقا بحث مورد نظر کانت هم بیشتر در همین دوره 500 ساله مخوف هستش که شکل میگیره، در این عصر تاریکی هستش که شکل میگیره. ویژگی این چیه؟ یکی دو تا از ویژگی ها و خصوصیات به اصطلاح زاینده این برخورد مورد نظر کانت رو، یعنی فرار انسان ها از اندیشیدن، فرار انسان ها از برخود تکیه داشتن برای درک رو اگر بخوایم بگیم، یکی از اونها این هستش که کلیسا میاد و برخورد با توده ها رو به گونه‌ای تنظیم میکنه که توده ها بی نیاز از اندیشیدن بشن. بی نیاز یعنی چی؟ یعنی ضرورت فکر کردن رو از دست بدن. نیازی نیست شما فکر بکنید. چرا نیازی نیست؟ دیگری فکر میکنه، مسائل فکر شده است. حتی در بعضی جاها مثلا با یه نقل به مضمونی اینطور عنوان میشد که موضوعی برای فکر کردن نیست اصلا. شنیدید حتما این داستانی رو که در دوران قرون وسطا عنوان میکنن. میدونید که کتاب معروف ارسطو در مورد طبقه بندی انواع تبدیل شده بوده به کتاب رفرنس، مرجع برای آموزشی که کلیسا میداده در رابطه با مسائل طبیعی، آسمان ها، نمیدونم طبیعت، گردش خورشید به دور زمین، مسائل از این دست. در یه جایی توی کلاسی بحث میشه که آقا این اسب، حیوان نجیب، چند تا دندون داره. تو سر هم میزدن دانشجو و استاد و غیره و ذالک و اینها، که مثلا یکی میگفت 30 تا، اون که گفت 32 تا، اون که گفت نه 34 تا. همینجوری داشتن تو سر هم میزدن. یه دانشجویی بخت برگشته ای از پنجره نگاه میکنه، میبینه یه فقره اسب اون پایین هستش، به اصطلاح یه رأس اسب اون پایین. میگه استاد اگر اجازه بدید بریم پایین، یه اسب اونجاست، بشماریم دندوناشو و به این ترتیب در بیاریم که شمار دندانهای این حیوان نجیب چند تاست.
استاد تا این رو میشنوه گویی که چند فقره فوش ناموسی داده شده در کلاس، داد هوار، که یعنی تو میگی این چیزی که ارسطو در کتاب طبقه بندی حیوانات و انواع آورده غلطه، نادرسته، ناکافیه و ما الان باید پله ها رو طی بکنیم، بریم پایین در حیات، دهان اسب رو باز بکنیم، تعداد دندوناشو بشمریم، ای داد من بیداد. یعنی در حد یه فاجعه بسیار که چه نیازی به اینه. ببینید ضرورت فکر نکردن از اینجا هستش که مستقر میشه. انقدر جوابای حاضر آماده برای همه چی کلیسا تولید میکنه و چاپ میکنه و به قول معروف، به قول قدیمی ها چاپ میزنه، آماده میکنه که شما کافی بود دهان باز بکنید در مورد خدا، در مورد آفرینش، در مورد مسیح، در مورد رودخونه، در مورد خواص به اصطلاح نمیدونم انواع شلغم سیاه، سفید، جواب همه چیزو داشتن و بنابراین این رو القا میکرد کلیسا دائم که ضرورت تفکر از بین رفته، ضرورت نمیدونم پیدا کردن پاسخ برای یک سوال از بین رفته، برای اینکه مگه پاسخی مونده که سوالی مونده که پاسخ پیدا نکرده باشه؟ مگه سوالی هست که کتب مذهبی نتونسته باشن بهش جواب بدن؟ و بنابراین این رو دائم صبح ظهر شب نشسته بودن و به جامعه القا میکردن که این پایانه، این فقط دیگه از این به بعد همینه. بعد که مردم میپرسیدن ببخشید ما کار دیگه ای نداریم انجام، میگفتن آقا شما فقط باید کار کنید و عبادت، این دوتاست. کار بکنید، مالیات ما رو بدید به عنوان کلیسا و اینها، و عبادت بکنید تا بخشیده بشید برید بهشت. خب دیگه چی کار دارید؟ کشف برای چیه؟ سوال برای چیه؟ نمیدونم پرسشگری برای چیه؟ ببینید شرایط رو به گونه‌ای شکل بخشیده بودن که گویی جهان و هستی با تمام پیچیدگی که داره اومده تمام رازهای خود رو تحویل آقا مسیح و دار دسته داده، حواریون داده و اونا هم برداشتن اینو مکتوب کردن و یک دو تا چیز هم از این ور اون ور قرض گرفتن به عنوان کتب مرجع مثل همین کتاب ارسطو و دیگه به اصطلاح مجموعه دانش رو داشتن. واسه همین هم نشسته بودن چیزی به اسم انسیکلوپدیا نوشته بودن، یعنی دایره المعارف. معارف یعنی دیگه هر معرفتی که بگید اینجا هستش، در این دایره هستش، شما دیگه نمیخواد هیچ چیزی رو جستجو بکنید، اصلا چیزی باقی نمونده که من شما بخوایم بریم جستجو بکنیم. ببینید در این مثالی که به اصطلاح اریک فروم در کتابش ارائه میده، میگه که میخواست این دانشجوی بدبخت پیشنهاد داد که یه چند تا پله است فقط، اینو بریم پایین، یه اسب توی حیات مدرسه است، میتونیم دندوناشو بشمریم، یه بار دیگه خیالمون راحت بشه که آقا 32 تا داره یا 34 تا داره، تموم بشه بره پی کارش. ببینید حتی در این حد به عنوان الحاد، کفر، عرض کنم مسائلی از این دست که یعنی زیر سوال رفت، مسیحیت، خدا، همه چیز زیر سوال رفت، قرار چند تا پله طی بشه تا حیات مدرسه. ای بابا، ببینید میبستن راه هر گونه اندیشه ورزی رو، میبستن راه هر گونه بهره برداری از سلول های قشر خاکستری رو، در واقع سلول های مغزی رو میبستن. و این دقت بکنید اگر به ظاهر طبیعی میرسه، یادتون باشه که برای به اصطلاح کسانی که این سیستم رو ساماندهی کرده بودن، تنظیم کرده بودن، این اصلا تصادفی نبوده، بسیار فکر شده و منظوردار بود. چرا؟ چون میدونستن که تسلطی که الان دارن بر جامعه، بر جان و مال انسان ها، بر هست و نیست آدم ها،
قدرتی که دارن و به واسطه اون میتونن مالیات بگیرن، خراج بگیرن، مردم رو بسیج بکنن، به جنگ بفرستن، اینها بیان دست به اصطلاح دست و پای نمیدونم کشیش و چی و اینها رو بوس بکنن، تعظیم بکنن، زانو بزنن، بپذیرن همه چیز رو و اینها فرصت داشته باشن خوب بخورن، به پسر بچه ها و دختر بچه ها تجاوز بکنن، پشت نمیدونم حیات های کلیسا هر جنایتی بکنن و غیره. همه اینا چجوری بنا شده بود؟ به واسطه اینکه همه چیز روشن شده بود، همه چیز تعیین تکلیف شده بود و اگر احساس این رو داشتن که اگر قطره‌ای بیاد اضافه بخواد به این بشه، این همون پرکاه هست که کمر شتر رو میشکن. هیچ چیزی نباید به این مجموعه دانشی که احساس میکردن تا اون موقع فرموله کردن اضافه بشه، مگر چیزی که خودشون میخواستن، یعنی برای محکم کاری و سفت و سخت کردن این به اصطلاح افسار فکری که برگردن جامعه انداخته بودن. و الا کسی دانشمند نمیدونم اینا، اصلا اولا فراموش نکنید از یه مقطعی انحصار علم و دانش و زبان و نوشتار و کتابت و قرائت و همه اینا افتاد دست کلیسا. اومدن زبان لاتین رو مستقر کردن و مثلا طرف در فرانسه، در آلمان، در کجا همه بایستی زبان، اگر میخواستن بدونن خدا داره چی میگه باید زبان لاتین میدونستن، وگرنه نمیدونستید که خدا داره تو کتاب چی میگه. مسیح و نمیدونم این کسانی که ازشون به عنوان حواریون و مقدسیون میگن چی گفتن، فقط اونا میدونستن. بنابراین شما هیچی نمیدونستید. اولا اصلا کتابی نبود، هنوز صنعت چاپی نبود که کتابی باشه، کتاب ها خطی بود و کتاب های خطی فقط در انحصار کلیسا بود. دقت بکنید در یه مقطعی همین 500 سال سیاهی که داریم میگیم، داشتن کتاب در اختیار، کتاب خطی، کتاب دستنویس، داشتن کتاب جرم بود. میگفتن کتاب برای چیته؟ این عامل گناه و مثلا فساد در دست تو چه میکنه؟ کتاب فقط متعلق به کلیساست، کتابت فقط متعلق به کلیساست. کسانی بودن اونجا نشسته بودن کتابها رو رونویسی میکردن، مثلا اگر قرار بود یه نسخه برای فلان کلیسا، یه نسخه برای فلان کشیش فرستاده بشه، اینا رو به اصطلاح مکتوب میکردن. کتابخوانی نبود، کتاب نبود، نوشتار نبود، قرائت نبود. برای همینه که شما نگاه میکنید میبینید به نسبت اون چیزی که به اصطلاح تمدن پیشامسیحی در اروپا مستقر کرده، یعنی تمدن بارور یونانی، حجم تولیدی که فیلسوفان یونانی کردن در عصری که ازش به عنوان عصر کلاسیک نام میبرن و بعد رومی ها اومدن بر اون اضافه کردن، شما این رو نگاه میکنید میبینید که چه باروری، چه شکوفایی، چه تولید انبوه وجود داشته در این تمدن پیشامسیحی. و بعد که اینها میان شما ببینید در کمتر از مثلا یه چیز حدود 200-250 سال این رو تبدیل به یک قحطی میکنن، قحطی کتاب، قحطی نوشتار. تمام دستنویس ها رو در اختیار خودشون میگیرن، تمام به اصطلاح اون چیزی رو که مکتوب دوره یونانی و رومی بوده میگیرن در اختیار کلیسا. نگهبانی و نگهداری که از مکتوبات میکردن در کلیساها از جان خود پاپ بیشتر بوده. اینقدر که نگران بودن که مبادا این به دست کسی بیفته، فقط ما باید بدونیم، فقط ما باید بخونیم، فقط ما باید بفهمیم. بساط قرائت و درک و پژوهش و خوانش در جامعه تعطیل و حتی از این جلوتر رفتن ممنوع و فقط همه چیز در انحصار ما. و هر کس سوالی داره، هر کس مطلبی اگر میخواد بدونه که اصلا معلوم نیست برای چی باید بدونه، به غیر از چیزی که ما میخوایم بگیم، به غیر از چیزی که ما میخوایم اونها بدونن، چرا کسی باید دنبال این باشه که چیز بیشتری بدونه؟ و دیگه در بهترین حالتش باید بیاد از ما بپرسه.
و شما نگاه میکنید میبینید خیلی جالبه، اگر یه موقعی دست بر قضا خدای نکرده سلولای مغزی یه نفری کار میکردش و میخواست یه پرسشی مطرح بکنه، نوع برخوردی که صاحبان کلیسا میکردن با این فرد به نحوی بودش که تو در حال انجام یک حرکت مجرمانه هستی، تو داری یه کار بد میکنی، تو داری آفنس بهش میگفتن، تو داری در واقع یه هجمه‌ای میکنی به ما. چرا؟ چون سوال کردی. برای همین بودش که مثلا بهترین شاگردان، شاگرد که داریم میگیم یعنی در حوزه های علمیه کلیسا، در واقع مدارس مذهبی کلیسا، بهترین شاگردانی بودن که افتخار اینو داشتن که هرگز در عمرشون سوال نکرده بودن، هرگز پرسشی رو مطرح نکرده بودن. چقدر بچه خوبی میشن. و گوسفندان سیاه گله کسانی بودن که مثلا در طول 5 10 15 سال تحصیلات خودشون یک بار جرأت کرده بودن دست بالا بیارن و سوالی مطرح کنن. این یعنی چی؟ این یعنی به اصطلاح فضایی رو به وجود آوردن که در اون مزیت به اصطلاح مغز در استفاده نکردن از اون هستش، نه در استفاده کردنش. ببینید یه لحظه جو رو تصور بکنید و در نظر بگیرید که چه محیط وحشتناکی، چه محیط، اینی که میبینید کانت داره در متن خودش از کواردیس استفاده میکنه، یعنی بی جرأتی، بی شهامتی، ترس، ترسو بودن، لش بودن داره استفاده میکنه. این به خاطر اینکه داره در مورد یه خصلت پایدار صحبت میکنه، یه خصلتی که اومدن نهادینش کردن، اومدن به اصطلاح درونیش کردن، اینترنالایز شده، نه اونم برای یک مثلا 5 سال و 10 سال و اینها که بعد یک کودتایی بشه و برطرف بشه، برای 1000 سال، دست کم برای این 500 سالی که بسیاری از مورخان توافق دارن که ازش به عنوان دوره جهالت نام ببرن. تعطیل کردن تمام بساط مغز، کرکره های اندیشه ورزی رو پایین کشیدن، درش رو قفل زدن و کلیدش رو قورت دادن که دیگه هرگز و هرگز کسی هوس نکنه بخواد درش رو باز بکنه. 500 سال، یعنی نگاه بکنید ببینید مثلا عرض بکنم هر 100 سالی رو اگر شما بر اساس معیار جمعیت شناختی به 6 نسل تبدیل بکنید، داریم در مورد 30 نسل صحبت میکنیم که این فضای اندیشه کشی، مغز ستیزی، اندیشه ستیزی، فکر ستیزی رو دارن تجربه میکنن. 30 نسل پیاپی. بعد شما میخواید این به قول کانت در یک شمار بزرگی از انسانها یافت نشه؟ بعد شما میخواید از این که آدمها موفق میشن به واسطه یک سری از عملیات محیرالعقول مبتنی بر تنبلی و ترس فرار بکنن از نقش انسانی خودشون برای اندیشه ورزی، خوشحال نباشن، gladly شاد نباشن از این؟ البته اینا همون چیزیه که بهش ژنتیک روانی، ژنتیک فرهنگی میگن. همونجوری که شما انسانها رو شروع بکنید به عادت دادن، میگه آقا از این مثلا انگشتان دست چپتون نباید استفاده بکنید. دانشمندان میگن اگر چند نسل پیاپی این کارو بکنن، بچه‌هایی به دنیا میان که هرگز دست چپشون آمادگی برای فعال شدن نداره، یه تغییر ژنتیکی به وجود میاره. خب در مورد روح و روان هم همینه، در مورد فکر هم همینه. ژنتیک تنبلی فکری رو شما در یک جامعه فعال بکنید، 2 4 6 8 نسل، خب بعدش درونی میشه دیگه. فکر نکنید که اینا مثلا پدیده های خیلی عجیب و غریبی، توضیح داره. فقط باید رفت این توضیحات رو پیدا کرد، آورد و سر فرصت با صبر و حوصله در قالب برنامه‌های 52 هفته‌ای به اصطلاح توضیح داد تا به تدریج ما متوجه بشیم ای وای با روح و روان انسان چه کارهایی که نمیشه کرد. حالا روح که ما میگیم یادتون باشه منظورمون پیوسته همین روان انسان هاست، همین دستگاه مغز و کارکردی که رشته های عصبی داره. به هیچ عنوان به یک پدیده‌ای در ورای این پایه مادی که هست
اشاره نداره. در برنامه هفته آینده من برمیگردم به این دوران تاریکی در بین 500 میلادی تا 1000 میلادی و با هم به پیش میریم ببینیم خصلت‌های دیگری که سبب شکل‌گیری مجموعه عظیمی از انسان‌ها شده که کانت از اونها به عنوان ترسو و تنبل نام میبره چه بوده و این کمک میکنه به روشن شدن هرچه بیشتر ریشه های قضیه. سپاسگزارم از توجهتون. تا برنامه هفته آینده.